خوشبختانه تظاهرات به اهواز هم رسید. مردم غیور اهواز کوی نادری فشار زیادی روشون هست. اگر بشه به محله های دیگه هم تظاهرات رو گسترش داد. اصفهانی ها وارد شدند. گوهردشت کرج در میدان هست، به اضافه گیلان و رشت، مشهد و کیلاباد. اینها همه اومدن. در کردستان تقریبا کمتر شهری باقی مونده که در حال حاضر تظاهرات وجود نداشته باشه. سنندج، سقز، کاوه کرمانشاه، کامیاران، تکاب، بوکان، دیواندره، بانه و مهاباد کماکان تظاهرات ادامه داره. تعدادی شهدا و زخمی های هم دارن به مردم شلیک میکنند، ولی جوانان جا خالی ندادند. به جاست که بقیه شهرها که نیومدن، از ماه شهر گرفته تا ایران شهر بلوچستان، حالا نوبت شماست. بلوچ همیشه تحت ستم بوده و باز هم تحت ستم خواهد بود. فردا نوبت سوخت برای شماست. وارد میدان بشید. تبریز، آذربایجان بزرگ، قلب آذربایجان، اونها کجا هستند؟ نه mutlu Türk'üm diyene neredeler؟ یعنی yarın sizin sırası olacak. بیرون بیایید، شروع کنید، فردا نوبت دختر شماست. بقیه شهرها برای اینکه تمرکز کم بشه بر تهران، بر شهرهای کردستان که خیلی شدیدتر هست، اونجا از بیرحمی و قساوت بیشتری استفاده میکنن. شما دقت کنید، رژیمی که از یک تفنگ ساچمه‌ای داره اینگونه با شهروندان خودش رفتار میکنه، اگه بمب اتمی داشته باشه چه خواهد شد؟ این حکومت باید از بین بره و راهی جز یا به مردمی، راهی جز اینکه رو خودمون حساب کنیم، رو پای خودمون به جلو بریم نداریم. برای اینکه از این سختی رد بشیم باید از این روزها سخت‌تر باشیم و این خیلی مهم است. گام‌هامون رو استوار کنیم، از خونه‌ها خارج بشیم. همین در سطح شهر موندن، ایجاد ترافیک کردن، با اتومبیل در کوچه و خیابان‌ها بودن، این خودش باعث میشه اینها نتونن متمرکز بشن، نتونن نیرو منتقل بکنن. کمک اساسی به جاهایی هست که روی پا هستن. تحلیل تلویزیون‌ها رو ول کنید. اونها به شما نمیگن چه کار بکنید و شما رو سردرگم میکنن در بین تحلیل‌هایی که به درد ما نمیخورن. در حال حاضر ما عمل میخوایم، زمان عمل هست و اگر میخوایم که از این شرایط عبور بکنیم باید در میدان باشیم. همانند زنان پیشتاز این مبارزه هستند و زنان در حال حاضر قدم پا پیش گذاشتن. شما باید حمایت بکنید. تهرانی ها بسیار هوشمندانه اومدن محل محور، هر جا اومدن سرکوب کنن رفتن یه محله دیگه. به متروها کشیده شده اعتراضات و دیگه اینها در هیچ جایی در امان نیستن. نظام فاسد اینقدر ترسیده و ترس اینقدر زیاد هست که اینها ناچار شدن که حتی اینترنت رو قطع بکنن. در بسیاری جاها همه آزادی خواهان باید از طریق تلویزیون ها اگر اینترنت رو قطع کردن پیام ها رو به مردم برسونن. برای اینکه از این روزهای سخت عبور بکنیم باید ما سخت‌تر از این روزها و از این سختی ها باشیم. پاینده باشید.